اد و لورن وارن سالها روی پرونده‌هایی کار کرده بودند که ادعا میشد با پدیده‌های ماورایی ارتباط دارند. از نگاه آنها این فقط یک عروسک نبود. طبق گفته اد و لورن چیزی که داخل این عروسک وجود داشت روح یک کودک نبود، برخلاف چیزی که قبلا تصور میشد. آنها معتقد بودند موجودی که خودش را به شکل یک کودک معرفی کرده در واقع قصد داشت اعتماد صاحبان خانه را جلب کند و هدف نهایی چیز دیگری بود. اد و لورن در نوشته‌ها و سخنرانی‌های خود گفته‌اند که بعضی موجودات ابتدا خود را بی خطر نشان می‌دهند تا افراد را به برقراری ارتباط بیشتر تشویق کنند. اما طبق روایت اد و لورن عجیب‌ترین اتفاق تازه شروع شده بود. به همین دلیل تصمیم بر این گرفته شد که خانه مورد دعاهای مذهبی قرار بگیرد و عروسک از آن خانه خارج شود.